اگر ما میخواستیم که لینکس داشته باشیم، مثلا اینجا یک چیزی نوشته میکنیم، وقتی سرچ کلیک کنیم یک صفحه برای ما باز شه. وبسایت که از ما شما گفتیم که مجموعه این وب پیج هستن، از صفحه اینترنت هستن. باز او چه رقم میباشه؟ مثلا اینجا فعلا چند صفحه است؟ یک صفحه است. نه ما چه قسم وقتی که یک وبسایت جور میکنیم چندین صفحه اینجا بیاریم با ذریعه چی؟ لینک. فقط لینک برای جور میکنیم، وقتی کلیک میکنی یک چیز باز میشه. مثلا اول ما شما زیادتر مردم فیسبوک استفاده میکنن، در فیسبوک سر هر چیز که کلیک میکنی یک صفحه باز میشه، یک چیز دیگه میاد. یعنی لینک ما شما چطور جور کنیم که اینجا ما یک چیز داشته باشیم، سرچ کلیک کنیم یک صفحه اینترنت برای ما باز کنه. بر لینک است ما شما تگ نوشته میکنیم H R E F. انکر میگه، نشان دست که جور میشه، این انکر میگه، از این گرفته شده. H که از هایپر یا هایپر لینک و R E F رفرنس که هایپر لینک رفرنس برش میده که ما یک سفر که باز میکنیم از کجا باید بگیرم. مساوی ای را نوشته میکنین، H R E F نوشته میکنین. ایمانا انکر که انکر جور شده و هایپر رفرنس، هایپر لینک رفرنس برش نشان میده که چی را ما باز میکنیم. چی را باز میکنم؟ مثلا من میگم که اینجا بر ما یک لینک جور شده که وقتی سر کلیک کنم کدام صفحه بر ما باز شده؟ مثلا صفحه فرم بر ما باز شده. این به نام فورمز که است، این صفحه بر ما باز شده. آدرس از چی است؟ وقتی که این صفحه و این صفحه در یک لوکیشن باشه، مثل که ما شما بیشتر خوانده بودیم، نه وقتی که لوکیشن یک چیز باشه تنها نامش نوشته میکنیم. اگر لوکیشن دیفرنت باشه باز مکمل نوشته میکنیم. اگر این فولدر باشه باز تنها نام این فولدر، باز نام فایل. حالا یک جای است فقط نامی از رو نوشته میکنی که مساوی کدام صفحه بر ما باز شود به نام forums.html. سر چی باز شود؟ حالا فعلا ما شما هیچ چیز نوشته نکردیم. مثلا ما اینجا نوشته میکنیم که registration form. اینجا ای ختم، ای باید تنها ختم شود. اگر ختم نشه زیرش که هر چقدر مثلا پاراگراف، هیدینگ چیزی که داشته باشی واکلش این لینک میگیره. وقتی که سرچ کلیک میکنی این صفحه رو برات باز میکنه. از این خاطر باید وقتی که اینجا شروع شد اندش هم باید معلوم شود. سیوش میکنیم، ریفرش میکنیم. سکشن چی نوشته شد؟ registration form. اینی تکست نوشته شد، اینی تکست. وقتی که سرچ کلیک میکنم هایپرلینک رفرنس شون چی است؟ forums.html. امور باید برام باز کنه. وقتی که کلیک میکنم سکو این صفحه برام باز میشه. کجا باز میشه؟ در خود می جای باز میشه. یعنی ما باید بک کلیک کنیم تا که پس به اون صفحه بریم. اگر ما بخوایم که کلیک کنیم بخید صفحه نو باشه، در تاب نو در اینترنت پیج ده، یعنی این هم باز باشه و هم باز باشه، باز برشون تارگت میدیم. اینجا برش نوشته میکنی که تارگت باید چی باشه؟ ما میگیم که تارگت باید بلانک ما دست جای خالی باید باشه. سیوش میکنیم، ریفرش میکنی. خب وقتی که ما آل کلیک میکنیم کجا باز میشه؟ تاب دیگه سکو صفحه ما هستن این لینک شده. اگر ما یک مثلا اینجا یک لینک جور میکنیم که یک صفحه را سرش باز کنیم، عکس باز کنیم، همه می تگ نوشته میکنیم. سگ نوشته میکنیم که HREF مساوی مثلا از این عکسا کدام عکس میگیریم؟ این عکس میگیریم. نامش کپی میکنیم، نامش ساده میمونم، این نام میگیریم بخاطر که دوم صفحه دیگه اول باید چی رو نوشته کنم؟ نام فولدر، چون اون فولدر است و فولدر رو اینی صفحه باز در یک جای است. نامش نوشته میکنیم، اکستنشنشون چی است؟ GPG. تکست باید چی نوشته شود؟ مثلا نوشته میکنیم که و ای هم ریفرش میکنیم پیکچرز. وقتی که کلیک میکنید چی میشه؟ پیکچر باز میشه. اگر میخوایم که اینی پایین بیه باز بریک برشان بیدیم، ریفرش میکنیم پایین. حال کی را کلیک میکنی اون رجیستریشن فورم باز میشه و اگر اینی را ما کلیک میکنیم باز عکس باز میشه. فهمید؟ و اگر عکس ما اینجا داشته باشه، مثلا ما یک عکس اینجا میاریم، یک بریک میگیم که پایین بیه، نوشته میکنیم که ایمیج سورس از این فولدر ایمیجز یک عکس میگیریم. کدام عکسش بگیریم؟ مثلا این عکس است، یعنی نامش کپی میکنیم یا این نام اونجا راست نوشته میکنیم .jpg. یک ویدت هم میتونیم که کمی خورد بیه، مثلا 100 پیکسل باشه. یک عکس اومد. میخوایم که این عکس کلیک کنیم یک چیز باز شود، یعنی این یک لینک بدیم. هم تگ است، فقط در شروعشان اینی چیز نوشته میکنیم.
هایپرلینک ای اچ آر ای مساوی چی باید باز شود؟ صفحه باشه، عکس باشه، هر چی که سرش باز میکنی فقط آدرسش نوشته. من میگم که این عکس دیگه سرش باشه. این عکس سرش باشه. اینجا برش گفتم که او در کجاست؟ فولدر ایمیجز و ایمیجز دات جی پی جی. چه که اول تگ ازی شد باز تگ ازی شد. ای از لینکشون شد و ای از عکسشون شد. در اینجا که از ایره خطر. ریفرش میگیرم. کال که سر ازی کرسر بیه نشانی چی جور میشه؟ نشانی دست یعنی لینک گرفت سر ازی هم نشانی دست جور میشه این کار میگه حالا کلیک میکنی فهمیدی؟ اگر ما میخوایم که اینی را کلیک کنم و امی عکس کلان شد باید چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ امی عکس پس سر امی عکس باز میکنیم ریفرش میکنه وقت کلیک میکنی چی میشه؟ لینک هم هست و عکس هم هست نه؟ کلیک میکنی یعنی پس اونو برد میه یعنی واز میشه و این کلام میشه فهمیدین این لینک آوردن شد خب بعد از لینک میریم در فریمز بس ما شما اینجا دیروز فریمز خواندیم اینجا فریمز حالا میخوایم که یک وبسایت و فریمز جور کنیم چرا خواهم وبسایت که اینجا در اینی سیکشن هیدر باشه نام اداره باشه لوگویشان باشه که یکان دیزاین میزنیم و اینجا که هستن لینک یا بتن ها داشته باشیم که چیزی که ضرورت باشه که کلیک میکنیم کجا باز شود؟ در اینی مابین باز شود اینجا هیدر اینجا لینکس و اینجا هم دیتیلز و اینفارمیشنشان اینجا بیاین مثلا ما درباره امی اینستیتوت یک وبسایت جور میکنیم وقتی که جور میکنم میخوایم که اینجا لوگویش بیاین و اینجا مکمل نامشان نوشته باشه یک دیزاین مقبولک داشته باشه تا این قدر و اینجا لینک داشته باشه مثلا لینک های چی درباره پروگرام کدام پروگرام در اینستیتوت تدریس میشه درباره تایمینگ درباره کلاسز فعلا کدام کلاسز جریان داره درباره استودنت یک لینک داشته باشه که کلیک کنیم کدام استودنت هستن اگه عکس هایشان باشه هم درباره آدرسشان کجا هستن یعنی مکمل معلومات درباره امی اینستیتوت ما یک وبسایتش رو جور میکنیم که مکمل در اینجا باشه که هر یک کلیک میکنیم معلوماتشان اینجا بیاد چه قسم باید جور کنیم خب میریم در یا اول چیکار میکنیم یک لینک فعلا ما براتون از اینیا استفاده میکنیم خب شما باز از خود جور کنین مثلا اینی فریمز هستن رو پس فاز کنم اینی فرض کنم لوگو کلی چیزا هستن لوگو چیزا رو کلش لوگو مکس هست آوردن خیلی دارین اینجا اینو پیج لینکس هم میاریم کد رو باز کنیم اینجا فعلا کدام پیج است barrier.html در کدام ایسیش در این ایسا در این ایسا ما از این صفحه که فعلا نو جور کردیم از این میاریم که چی هستن links.html سیوش میگنیم ریفرش میگنیم من اینجا انسان که جا یک لینک داریم دیگه لینک داریم و دیگه لینک فرض که اینجا student information هم هست teachers هم هست کورس هم هست حالا میخوایم کی رو کلیک کنیم وقتی کی رو کلیک میکنید در کجا باز میشه دیگه نه بخاطر که بلینک تارگت گفته بودیم نه وقتی کی رو کلیک میکنیم در کجا باز میشه در اینجا باز میشه و پیکچر هم در اینجا باز میشه همین دیگه هم ده همینجا باز میشه یا بخاطر اینجا باز میشه که برای از ما هیچ تارگت ندادیم تارگت پرنت از خودش در می باز میشه و برای از ما شما تارگت بلینک دادیم این در کجا باز میشه در اونجا باز میشه حالا میگم که نه یا باید در کجا باز شود در اینجا باید وقتی که در اینجا باز شود تو باید برای یک نام بودی که نه برش بگویی که مثلا این رجیستریشن فرم در کجا باز شود در اینجا چی است این باید یک نام داشته باشه که تو بگویی که اینی باید در اینجا باشه برای از اینکه نام میتی این در کجا هستن اینی هستن نه اینجا میای برش نوشته میکنی که نه نمیشه چی باید باشه یک نام میمونی هر نام مثلا من نامش ماندم می چی نوشته کردیم می حالا میریم در کد ازی صفحه ازی به نام چی است لینکس هستن نه که اونجا بردیم یعنی کد ازی رو میاریم اوپن وید سعی که مثلا برای ازی ما تارگت کجا گفته بودیم بلینک حالا تارگت میگیم که در کجا باید باز شود نام ازر چی مونده مین اینا مین باید باز شود برای دیگران هم همین تارگت میدی خب میری ریفرش میکنی وقتی که کلیک میکنی این آلردی اینجا هستن این کلیک کنی اینجا باز میشن
خب باشه که دیگه را رو تارگت بکنیم که جواز شو بزنیم میشه یار کپی کنیم این تارگت شد کپی کنیم برای هم بدم و برای هم یه تارگت سیو کنیم رفرش حالا یه کلیک کنی اینجا شد یه کلیک کنی کجا شد یه کلیک کنی پس یه کلیک کنی این قسم میگم سیو بس همینجا کارخانگی شما چه باید باشه